خب اومدیم به ویدیوی نصب داکر. برای اینکه ما داکر رو نصب کنیم باید داکر دسکتاپ روی سیستممون نصب کنیم. یک مثالی توی برنامه نویسه هست که میگه این نرم افزار روی سیستم من کار میکرد. داکر دقیقا واسه رفع این مشکل اومده که شما با استفاده از داکر بتونید نرم افزاراتون رو توی داکر بنویسید و اون مشکل عدم همخوانی با سیستم عامل ها رو حل بکنه. ما واسه اینکه داکر دسکتاپ رو نصب کنیم توی یک از موتورهای جستجوگر اگه شما داکر دسکتاپ رو سرچ کنید سایت docker.com تو قسمت پروداکت داکر دسکتاپ رو اگه شما برید به همین صفحه خواهید رفت. یکم اسکرول اگه بکنید قسمت دانلود داکر دسکتاپ رو پیدا میکنید و متناسب با سیستم عاملی که دارید شما میتونید ورژن مورد نظرش رو انتخاب کنید و اونو دانلود بکنید. برای لینوکس، ویندوز و مک داکر وجود داره. خب من برای ویندوز قبلا اینو دانلودش کردم. داکر دسکتاپ رو شما باید نصب کنید. قبل از اینکه اینو نصب کنید توجه داشته باشید باید WSL روی سیستم شما نصب باشه. برای نصب WSL توی ویندوزهای 10 و 11 شما WSL دستش اینستال میزنید که امکان مجازی سازی روی سیستمتون فعال کرده باشه. این چون WSL واسه اینه که شما بتونید لینوکس رو توی ویندوزتون شبیه سازی بکنید. حالا من اینجا اگه باز کنم ببینید من میتونم آبانتا رو کاماند پرامپت آبانتا رو روی سیستم خودم داشته باشم چون از قبل نصب کردم. دستورات لینوکس رو میتونم اینجا ببینم و اجرا بکنم. خب WSL رو برای اینکه نصب کنید WSL اینستال رو بزنید روی سیستمتون تا قبلش WSL رو نصب کنید. خب موقعی برای نصبش هم داکر دسکتاپ اینستالر رو کلیک میکنید. این که میگه دومین گزینه که میگه شورتکات توی دسکتاپ ایجاد کنم این میگه که گزینه اول میگه میان از WSL به جای هایپر وی مایکروسافت استفاده بکنم. خودش میگه توصیه شده که شما همین رو تیک میزنید. WSL هم که قبلا از روی سیستمتون نصب کردید و اوکی میزنید. خب بعد از اینکه داکر دسکتاپ رو نصبش کامل شد لازمه که شما یه بار سیستمتون رو ریست کنید. چون من قبلا این نصب کردم از من نخواست ریست بکنم اما شما هم بعد از نصب به شما پیام میده که سیستمتون حتما یه بار ریست بکنید. باز میکنم. داکر رو اگه بنویسم باید دستورش رو بشناسم. خب دستور رو شناخت و میگه داکر این پارامترها رو داره میتونید از این پارامترها استفاده بکنید. بعضی موقع ها این اتفاق میفته که داکر ران نشده و دستور به قول معروف قابل شناسایی نیست. باید میگه داکر دسکتاپ رو یک بار اجرا بکنید. داکر دسکتاپ اجرا میشه انجینش اینجا ران میشه و شما این محیط داکر دسکتاپ هست. خب بریم که اولین برنامه داکر رو ران بکنیم. برای اجرای یک برنامه داکر شما کافیه توی کاماند پرامپت بنویسید داکر ران اسم اون کانتینری که میخواید اجراش بکنید. hello world. خب این ابتدا میگره ببینید که آیا ایمیجی از این کانتینر توی سیستمتون به صورت لوکالی وجود داره یا نه. اگر وجود داشت که اونو اجرا میکنه اگر نه میره اونو اول از توی سایتش دانلود میکنه و اونو اجراش میکنه. خب میگه که من با موفقیت آخرین ورژن رو دانلود کردم و اونو اجراش میکنه و مینویسه به شما اون پیامی که حالا این
hello world میاد این پیام hello from dockers رو برای شما نمایش میده. دو تا مفهوم خیلی مهمیه، مفهوم کانتینر و ایمیج. اجازه بدین. خب کانتینر چیه، ایمیج چیه؟ ببینید ایمیج مثل یه دستور پخته. ما یک ایمیج داریم داخل یه ایمیج داریم توی داکر، یه کانتینر داریم. ایمیج چیه؟ مثل یک دستور پخته که شامل دستورات و فایل هایی هست که منجر به تولید اون کانتینر میشه. یعنی اون دستور پختمون بالاخره یک غذایی رو تولید میکنه دیگه. اون چیزی که اون کانتینر رو تولید میکنه اون ایمیجه که گفتم ایمیج شامل دستورات و فایل هایی هست که لازم واسه این کانتینر ایجاد بشه. مثلا چی؟ مثلا شما برای وب سرور برنامه تحت وب بخواید بنویسید و با انجینکس که یک موتور وب سرور هست، انجینکس هست، احتیاج دارید که کانتینرش رو راه بندازید دیگه. برای این شما به یک سری پارامترها دستورات نیاز دارید و فایل هایی که مربوط به این نرم افزار انجینکس هست. شما میاد از ایمیج انجینکس استفاده میکنید. این ایمیج اون دستورات و فایل ها رو داره و کانتینر انجینکس رو برای شما راه میندازه. این ایمیج ها رو کجا میتونم پیدا بکنم؟ خب برای اینکه من بتونم به این ایمیج ها دسترسی پیدا کنم یه سایتی هست به اسم داکر هاب به آدرس hub.docker.com. خب ناگفته اینکه شما حتما باید یک فیلتر شکن خوب داشته باشید که بتونید به این سایت دسترسی پیدا کنید، چون ما از طرف داکر در تحریم به سر میبریم. به سایت داکر هاب اومدیم و میتونیم اینجا جستجو بکنیم ایمیج هایی که متناسب با نیاز ما هست. اینجا اگه نگاه بکنید برای هر کاری خودش اومده دسته‌بندی کرده. برای هوش مصنوعی، دیتا ساینس، دیتابیس، فریمورک ها، برای تمام اینها داکر ایمیج داره. شما میتونید بگردید ببینید که کدوم ایمیج متناسب با نیاز شما هست و از توی اون ایمیج مورد نیاز خودتون رو دانلود کنید. ما میخوایم یه انجینکس دانلود کنیم. انجینکس اگه اینجا من تایپ کنم، انجینکس خود شرکت انجینکس به صورت رسمی ایمیج اینجا آپلود میکنه که میگه که 17 ساعت پیش آخرین آپدیتش بوده. بقیه سایت ها هم برای نیاز خودشون انجینکس های خاص خودشون هم دارن که میتونید از اونها هم استفاده بکنید. ما همین انجینکس رو میریم واردش میشیم ببینیم که چی میگه اونجا بهمون. اینجا این قسمت میگه اگه شما انجینکس رو میخواید با پول میتونید ایمیجش رو دانلود بکنید. اون دستور ران چیکار میکرد؟ دستور رانی که اینجا من نوشتم میومد این هلو ورلد رو اجرا میکرد، یعنی کانتینر هلو ورلد رو اجرا میکرد که اگه نبود میومد ایمیجش اول دانلود میکرد، این ایمیجش دانلود میکرد
بعد اونو اجراش میکرد. اینجا میگه که شما میتونید اینو انجینیکس رو دانلود کنید بدون که اجراش کنید. اینو من اگه اینجا بزنم داکر پول انجینیکس. خب اگر این دو نقطه رو بعدش نذارم خودش میاد آخرین ورژنش رو دانلود میکنه. اگر میخوام ورژن خاصی از اون رو بزنم یه تگ خاصی از اون رو دانلود کنم تو این تگ ها هم برم بهم میگه که چه با استفاده از چه تگ هایی میتونید چه ورژن هایی رو دانلود بکنید. اینجا خودش میاد دونه دونه اینا رو به قسمت های پارت های مختلفی از اون هست میاد اونا رو دانلود میکنه و توی سیستمم میذاره. خب تگ های مختلفی اینجا هست، مثلا تگ استیبل پرل هست که احتمالاً با نرم افزار پرل هست، یعنی کانتینرش رو دانلود بکنید. انجینیکس هست ورژن استیبلش با همراه نرم افزار پرل. باز مینلاین پرل هست. میتونید همینا رو بگردید و چیز متناسب با نیاز خودتون اینجا دانلود کنید. حجماشون هم متفاوته دیگه. حجم مثلا 70 78 مگ 68 مگ. خب این الان اینجا اومد ایمیجش رو دانلود کرد. من برای اینکه ببینم چی ایمیج های روی سیستمم هست داکر ایمیج لیست میگه شما این ایمیج ها روی سیستمتون هست. پوستگرس، مونگو، هلو ورلد، وب کرولر وب که اینو خودم ساختم. این ایمیج استانداردی نیست، اینو خودم مربوط به یه نرم افزار خاصیه که خودم ساختم. حجمش هم اینجا نوشته 214 مگ 192 مگ 855 مگ 432 مگابایت. برای اجرای این انجینیکس من چی کار میتونم بکنم؟ میتونم بگم داکر ران انجینیکس. میاد این انجینیکس رو ران میکنه. اما چی؟ میاد این انجینیکس چجوری ران میشه؟ انجینیکس وقتی ران میشه اگه این سیستم ما باشه انجینیکس میاد مثل یه بخش داخل اون اجرا میشه. ما باید بتونیم از طریق پورت ها با دنیای بیرون بتونیم اینو ارتباطش بدیم. این الان انجینیکس که ران شده بود هیچ پورتی ما تعریف نکرده بودیم که بگیم این انجینیکس من بتونم از طریق این پورت به این دسترسی داشته باشم. یعنی اگه یک برنامه تحت وب اینجا اجرا میشد من تا وقتی که یک راه ارتباطی برای اون تعریف نکرده بودم هیچ دسترسی به اون ندارم. خب الان من اینجا اگه بزنم الان انجینیکس من ران شده دیگه. خب و چجوری میتونم به این انجینیکس دسترسی پیدا کنم؟ اینجا هم هیچ پورتی تعریف نکردم هیچی. یعنی من اگه این بزنم رو سیستم خودم که آدرسش لوکال هاست هست با چه پورتی من میتونم مثلا دسترسی داشته باشم؟ 80 مثلا یا اصلا 80 لوکال هاست. دسترسی نداره. اما من اگه بخوام الان با کنترل سی اونو اجراشو پایان دادم بخوام اونو اجراش بکنم میگم داکر رانکو با پورت
توی سیستم من 8080 به داخل داکر پورت 80 دسترسی داشته باشم. این چی کار میکنه؟ میگه یه پورت داخل سیستم من اشغال میکنه، میگه من هر موقع 8080 توی سیستم خودت زدی من اینو میفرستم توی داکر روی پورت 80، هر جوابی اون داد دوباره برش میگردونم. اگه من اینو اجراش کنم، خب الان من 8080 اینجا داشتم دیگه، 8080 اجراش کنم، ببینید من به انجینیکس دسترسی پیدا کردم. انجینیکس الان روی سیستم من ران شد، ولی این کامند رو از من گرفته. من بخوام این کامند رو پس بگیرم ازش، یه دشتی هم میذارم اینجا که توی پس زمینه اجرا بشه. الان اجرا شده. من اینو دوباره رفرشش کنم، می از طریق پورت 8080 توی سیستم خودم به برنامه داخل داکر با روی پورت 80 دسترسی پیدا کردم. یعنی چی؟ یعنی این که این اگه داکر، این اگه سیستم من باشه، این اگه سیستم من، کامپیوتر من باشه، یک انجینیکس اینجا ران شده، یک برنامه تحت وب روی اون هست. خب الان من بخوام به اون توی براوزر خودم دسترسی پیدا بکنم، اینجا گفتم این انجینیکس روی پورت 80 داره کار میکنه دیگه، پورت استانداردش 80 وب سرور دیگه، یعنی هر کس به این روی 80 درخواست بده، این روی پورت هم پورت 80 جوابشو میده. اینجا داکر چیکار کرده؟ به داکر ما گفتیم با دستور با پارامتر پی گفتیم روی سیستم خودم هر کی گفت 80 هر کی گفت 80 این درخواستاشو بگیر بفرست روی پورت 80 انجینیکس و جوابشو برگردون روی این همین 80 بهم نمایش بده. خب الان من اگه بخوام ببینم چه برنامه در حال اجرا است توی داکر پی اس رو اگه بزنم، میگه شما الان یک کانتینر در حال اجرا داری که آیدیش اینه، ایمیجی که استفاده کرده اینه، کامندی که توش اجرا شده اینه، 2 دقیقه پیش این ساخته شده و همون 2 دقیقه پیش اجرا شده و اینجا گفته که توی سیستم خودت با پورت 8080 به TCP 80 توی ایمیج دسترسی داری. اینجا هم یه اسم براش گذاشته، ترکیب اسم گذاشتش هم جالب میاد، از افراد مشهور اسم فامیلاشون رو به هم میچسبونه و اینجا یه اسم براشون میذاره. اگر ما اسم نذاریم، یعنی اگه اسم بذاریم که هیچی، اگر اسم نذاریم خودش اسم گزارش اینجوری که می افراد مشهور اسم فامیلاشون رو به هم میچسبونه و یک اسم جدید براشون ایجاد میکنه. من اینو بخوام اگر استاپش کنم، استاپ کانتینر آیدیشو میتونم اینجا بزنم 117، یه بخشش هم بزنید کافیه، خودش میشناسه. استاپ، الان کانتینر آیدی رو استاپ کرد. من الان اینو اجراش کنم، ببینید که دیگه روی پورت 8080 هیچ چیزی رو نمیشناسه. ببینید هیچ اجرا نکرد. کانتینر لیست، هیچ کانتینر در حال اجرای اینجا من ندارم. خب اگر تو داکر دسکتاپم برم، اینجا کانتینر هایی که قبلا ساخته شده بود رو اینجا میبینم و هیچ کدومشون در حال اجرا نیست. این لاوینگ آلن همون کانتینری آخرین بود که با کانتینر آیدی 117
ساخته بودم. الان من دوباره اونو بخوام اجراش کنم، داکر استارت 117 ای یه بخششو نوشتم دیگه، اونو اجراش کرد. الان من دوباره اینجا این اجراش کنم، ببینید که انجینیکس اجرا شد. اینجا هم اکشنش در حال ران هست. شما میتونید هم به صورت با جی آی کار بکنید، هم با صورت کامند لاینی. دوباره من اینو داکر استاپ میکنم. 117 آیدیش بود. من میتونم این کانتینر رو هم پاک بکنم. داکر ریموو 117. الان من دوباره بخوام لیست بگیرم، داکر کانتینر ls شماشم داکر کانتینر ls. خب اینجا میگه هیچ کانتینری شما ندارید در حال اجرا باشه. اگر A بزنم تمام کانتینرها رو به من نشون میده. یه راه ساده ترش همین که بزنید داکر ps داکر ps -a تمام کانتینرهایی که توی سیستمتون هست رو بهتون نمایش میده. ایمیجشون رو بهتون نمایش میده، میگه که الان وضعیتشون چیه. همشون خارج شده هستن، یعنی که پایان پیدا کردن. پورتاشون اگه پورتی هم تعریف کرده باشید بهتون میگه. خب من این سه آخری رو هم پاک کنم. داکر ریموو ca3 داکر ریموو b1 اون هلو ورد هم پاکش کنم. داکر ریموو c2. الان دوباره اگه یه لیست بگیرم میبینم که همین دوتا کانتینر هست. خب تا اینجا درس که تونستیم یک داکر دسکتاپ رو با هم دیگه نصب کنیم. یک ایمیج رو گرفتیم، دانلود کردیم، یک کانتینر از روش ساختیم و پورت براش تعریف کردیم. توی ساعت بعدی دستورات بیشتری از داکر رو خواهیم گفت و با هم دیگه کار خواهیم کرد و دستورات پیشرفته تری از اون خواهیم دید. موفق باشید.